مایلش حاضر میوه. مدینه رو ماشین. چی؟ صدما؟ فرو جان با صبر باش، نقض میشوم اپر. خیلی مدرد نقض میشوم. چند بود دیلشون زد، فشارشون پست و بلند شد و با نقض شدن تو. خودت زیر کرده میشینی. خیلی پیری آدم کسل بیمار میشود و نقض میشود. بازی غمگینی که بیدن مدرد یک باره غمگین میشود. چقدر توی نقض میدی؟ کلین هم نقض میشود ولی همون باشوی که نقض میشود. توی با دقدقه میکنیم، خورسندی میکنیم، رقص بازی میکنیم، ذکر نشود. حواله زننده به خدا. آیا که برای عروسک ذکر شدیم بایم نقض میشود. ذکر نشود فرو جان، جانی خولا مرا در قد قامتت. چون هیچ کس نمیبرامده باشد از این درون؟ اینو گپ زدن نمیتونن؟ چون شما هم گپ نمیزنید؟ دیلم میکفت بازی. میتونم؟ ندامختم. فرزند پدر، این چی روزی سیاه بود؟ نمیتونم، نمیدونم با مادرم چی جواب میدیم. دکتر ایسو میدود. نمیدونم. بچه السلام علیکم. جونی بچه یا گرنه بچه فهمیدی که خالت کسته شد از خارجی آمدی؟ راست از بزرگو محمود جون. فاروق دیدی میلیس جانم آمد فاروق. خالم چی شد؟ ذکر نکنه که فاروق تماش میگذارد. خالم ساز میشود. ساز میشود جانی من ساز میشود. همه ساز؟ تو که آمدی؟ من اوچه زورت رو نشون میدیم با تو زنگی را حالا ایست پایلوچ. الو در فرودگاهی من اومدگی. آها دیگاتی پایلوچ. چرا در بکنی؟ همین روز از فرودگاه فرمودم راست محمود جان. زیر نشد چه همش میگذارم. همش میگذارم. یادم باش فرود جان بردم. کی فرازگی نشد. انشالله خالم ساز میشود. فرود جان خودت بردم گیر بقوت گیر ولی نقض میشد مادر دخی. کی فراغ خودت رو با دست گیر.
ما درباره شما هستیم زیر نشد خونم سیاد میشود شما هرکی جا بداده درد دلی برام مادری بچورم بخوز که من داماد خونه باشم انشالله همش بشود ما درباره تو هستیم آخی خور سعی باری فرزند خور سعی باری فرزند کاشو چه نمیبرم کاش زن نمیگری رو از دست بخاطر خوکی پاچه بود خوکی پاچه بود اکی فرو خودت رو با دست گیر خالم ساز می شود انشالله همش خوب می شود خودت رو با دست گیر ما قطعی شما هستیم اکی فروخ یا خودت رو با دست گیر یگونه خواب برو خواست یگونه دست گیریدم یگونه دست گیریدم ولی بکرست تو هستی کمک فرو جانمش ساز می شود خودتا با دست گیر فروخ ما درباره تو هستیم اخی همش خوب می شود فروخ بمونیز جانم آمد زیق نشد خیز همش نغز می شد خیز که گریه کرده خودتا افگار نکن اکر فرو زیق نشد کردیم همش خوب می شود بینید همه جمع اومدیم شلو که بخواست خدا همش نغز می شود بجو باشم ما رو تنها بذارم فرد جان زیق نشد ولی ابرم نغز می شود کلین هم نغز می شود باز از سرنم یک توی کلام میکنیم رقص بازی میکنیم خوبسندی میکنیم آخر نما جواب نه چه راست میکنیم ما خواهم آخه خدا به جای مادر است آخه من چی کار میکنم منم جای مادرت میگیرم تو مهربانی میکنم راست چه اپا که بیچارم بی فروخ جان گریه کن چند نمیتونی گریه کن تو چی گریه نمیکنی خواهر تو هم میشود تو هم گریه کن آخی روزی مادرت میبود خودش رو زدن میکش تو باشی گریه نمیکنی مادرم با من آموخته است که مرد بچه هیچگاه گریه نمیکند ما مردیم همه مشکلی که به سر ما میآید از جانب پروردگار است ما باید صبر کنیم پس این مشکلی یک از جانب پروردگار شاید سنجش باشد ما باید صبر کنیم فروخ جان فراموش نکن ما مرد بچه ایم خیلی خودت هم نکشی که فروخ بیام چی با یک خبری خوش یا ناخوش نمیگوید دیرم کفی دوخی تو که اومدی؟ چه از رو درست من اینجا اومدم چه من خبر نداری؟ یک شرط است که من خبرتی باشم بیا ینگه جان غیر میلش و خاطر خواهرت توی هم قربان میشی صد افسوس حیف جوانی تو چی فروخ فکر میکردی که تویت برکومه شد ای پدر سگ من توی تو رو با متم و بدل میگردونم چه کافی در دم مرگ از شما میگوید نکنی که
که با قوطی پیمان شدی چه چیزی که شود چی نقشه شود من به شما میگویم که من رو میدونید که میشناسید که من فرزندی شما این عروس دیهاتی را ماشین فهمش باید فاروق گمان کند که مامی قدر زیق است باور کند کنه زیق شد دشمنی خیلی مالا شو چکن شو خدا تو بیاکس زیق کنی این زیق شده نمیتونه نه مامان تا اوچه نمیشه شو همیشه این موش دارد موش کش دارد کسی موش نکرد چی دارد کسی نمیکشد دیلم میکرد دوخی کشد یک گاز من دارد یک کسی نمیبرد زمین در بود یک میبرد میچنم نفسش سر افسوس من مادرتان و همسرتان رو نجاتتان میتونید چی؟ اکا فاروق بگو خونه بریم میخیزی همه این نصیب و تقدیره خواری من هم دارم اینجا خواب است چی ایلاج از دستی ما چی میاد تنها یک هفته خیز از پای زندگی میشوی مرده ها می روند زنده ها باید زندگی کنند تا دمی که ما در حیات هستیم باید صدقاً زندگی کنیم فاروق جان روحشون شاد باد گورشون پرنور می رویم مادر جان مادران گریه ما رو نمیخواهند حتی در حیات بودن نمیخواست که فاروق گریه کنند عشق چشمان تو را دیدن نمیخواست تو که اینو میدونی فاروق خدا جان چرا ما رو ترک کردی فاروق رو چرا ترک کردی خدا جان چرا ما رو ترک کردی همه ما رو ترک کرده رفتی خدا جان ینگا جان زندگی شیرین سالتیده بر اومده رفتی چرا ما رو ترک کرده بر اومده رفتی میرویم فاروق جان میرویم یک دقیقه مادر جان ببخش برای همه زحمت هایت راضی باش مادر جان من باوری دارم که تو مرا میشنوی ببخش مادر جان در زندگی وعده میدیم هیچ گاه بدی نمیکنم
ببخش مادر که شادی مرا ندید. ببخش مادر که در دل با غمهای من مردی. نه فاروق جان، خودت را سرزنش نکن. تا جای من میدونم مادر از این دنیا راضی رفت. از تو راضی بود، از تمام کرده های تو راضی بود. تو تا این دم از سخن مادر بیرون نشده بودی. تو میرم که با خانه برم. یک دکه دیگه خداوند یک بولم بودم جواب پلویم بکن میرم باز بخوزم بودم. کدام نامرده، کدام ناکسه که رزت را زده با ماشین برآمده رفت. نامرده خدا به خبره. خدا جونه ای انگه چرا ما رو ترک کرده برآمده رفت. جونه مادرم خون جگر شد. بس است بمیرم. خودم من رو تر کرد. اگر فاروق رو تر کرد آقای بس است کم. کدام ناکسه ینگه رو با ماشین زد. نامرده بیا خونه میرم. نامرد نامرده فاروقه اگر فاروق خالمه اگر فاروقه بس است مونیس، بس است. یکن بس است. اگر کدام با ماشین زد کدام نقلا ینگه تو که خوال من میشود. بس است دیگر دو اگر فاروقه بکر تو دادم نزدی. اگر فاروق من در بین شما هستم. اگر فاروق تو تنها نیستی، من هستم، مادرم هست. اگر فاروق مونیس بس است دیگر گریا. شکل بس است آقای. البته که تنها نیست، فاروق تنها نیست، ما همه یک جوی هست. من در بین اگر فاروق هستیم همه یک جوی هست. من سیکم بیا من خونه میرم. من خلاه کلیرت رو با کرتای سرت گریفتم مردی. بس است میرویم. اگر فاروقه فاروق جان، البته که جای مادر رو هیچ کسی گفته نمیتونه. خلا بس هم باید فاروق جان خیلی بچید. خودت را افسور نکن. اگر فاروق همه خطای تو رو بخشیده هم ندیدم.
خیانت‌های تو را بخشیده. روحت شاد باشد. خدا جان. نقشه هم برار گرفت. من اکنون از پس دیگر نقشه شدم در کار. او چه ذرت رو نشون میدیم در چشمت. بچه خولا باز اوله ما رو پراکنده کردن یا؟ ابلا حالا تو با صابونی من جامعه نشوشته ای. حالا ایست بعد تو من رو میشناسی که من کیم تو کی. تربیه مادر گرفتگی در تربیه مادر. خدا با شکر که شیر بچه آنچه آمد. این شغالچه و این مرغ و این ایندوک و این گوسفند ها، خصوصا این فروخ دهاتی خودشان یک طرفش آهسته می روند. توقت کن دهاتی، توقت کن. خیال کردی که انیسا تسلیم کردی، شوهری پوچکنده منو تسلیم کردی، منو پسرم میتونی؟ هرگز. این شیری و چای خوردگی ده، شیری مادره. انتظار شد دهاتی، تو رو چی نقشه های در پیش انتظار است. بزرگان ما یک کلمه دارند. چی؟ پادشاه که هرچند به خود وزیران دارد محتاج نصیحت های مادر باشد. چیزی شما میگوید از همه چی بولاست. لیکن اوچا جان یادرست سوزید این نفر را همه این چیز را جو بجو کند. خوب اوچا جان؟ فرخ جان ای دخترک از درشت داده من دیده ایستاده و خودش با عقل دخترک است. باری دیگر آکی من این بار بمیرم. رفتی و زیبادی تو چی بسیار بمیرم. بازا و مرا تاکیا بده واری دلت نه. مثل تو چرا تاکیا بده وار بمیرم. روز نشد از باری تو من گریه نسازم. چون قطره افتاده بدک رول بمیرم. مادر چی کسی در تو بمیرم که چه دنیا از بعدی تو شد مانی بکار بمیرم. از
بعدی تو شد منی بیکار بمیرم. بیمارم و دستی تو با پیشانی من کو، در دستی تو دستی شفادار بمیرم. از تو که خمارم نشکست و تو برفتی، رفتی تو خمارم که 200 بار بمیرم. رفتی تو خمارم که 200 بار بمیرم. قدمم را شمرم تا تو بدانی، خواهم که به نامی تو سزاوار بمیرم. خواهم که به نامی تو سزاوار بمیرم. از بعد تو بیهوده نفس میکشم یک باری دیگر آکی من این بار بمیرم. یک باری دیگر آکی من این